دولت دنیا پشت و پناه و بال آرزو و اقبال فرزند پدر و مادر است و میوه شادبار عمر پدر و مادر فرزند. باعث تأسف است که هستند پدر و مادرانی که از این عطای خداوندی رو میگردانند. علم میگویم مادر من آمدم گوی، مادر من آمدم گوی. تا مادرم نهایت گفته خوراکشان را نمیخورند. این برای ما به نهایت دشوار است. با امر سرنوشت این طفلکان بیکس و آواره کوچه های سربسته یتیمی پرستار و پشتیبان خود را در سیمای دولت و حکومت مملکت، خاصتاً پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرور محبوب و یتیم پرور و دردآشنا، دلآگاه و دل آشنا محترم امام علی رحمان پیدا نموده و مرغ اقبالشان در سمای آزاد و آسایشته وطن و پرواز آمده. ای وطن ما تو دلربای، ای گلشن ما تو دلکشای. مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. بیش از صدها نفر این درگاه را ختم نموده امروزها در جنبه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت کار و فعالیت دارند. این جوانان صاحب اقبال دست پروران انا همین درگاه هستند و افتخار از وطن و وطنداری و سرور صاحب خیرد خویش میکنند. تا حال من حس میکنم که اینجا خونه دومی من است. تنها و تنها در عقل ما، در سر ما، در گوش ما یک گپ بود. سخن محترم جناب والی بودند که همیشه میگفتند که یگان یتیم و بی پرستار خودش را تنها حس نکند. شما بی صاحب نیستید، شما بی پدر و مادر نیستید. پدر و مادر شما رهبر دولت، دولت و حکومت. عین زمان در مؤسسه ما تمام شرایط برد و باش تامین می باشد. فیلم مستند دست شفقت از فعالیت مکتب اینترنت کودکان یتیم در ناحیه شهر نو، روزهای نزدیک از تلویزیون علم و طبیعت.